اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتابی بیدان از علم صرف، گراماتیک زبان عربی 15 درس گرفتیم و حالا باشد بنده میخواهم درس 16 را به سمع شما برسانم. درس 16 ما و شما کتابی بیدان درس 16. موضوع درس 16 ما و شما مجهول فعل نفی است. حالا چیزهایی که شما میبینید این معلوم فعل نفی است، پس حاضر یک جا اینها را مجهول میکنیم، چطوری که صاحب کتاب میگوید. با گفت صاحب کتاب عمل کرده اینها را مجهول میکنیم تا اینکه به موضوع خودمان و موضوع درسمان موافق و مناسب باشد. پس میبینیم که صاحب کتاب درباره مجهول فعل نفی چی میگوید. درباره مجهول فعل نفی صاحب کتاب در صفحه 38، هر کسی که این کتاب را دارد در صفحه 38 صاحب کتاب میگوید که اگر خواهی که معلوم فعل نفی را مجهول کنی، ما قبل آخر را فتح کن و حرف مضارعت را ضم کن تا لا یضربو لا یضربو شود. بیاید اکنون گفتگی این صاحب کتاب را ما و شما یک جا انجام بدیم. ببینید میگه که اگر میخواهی معلوم فعل نفی را مجهول کنی، ما قبل آخر را فتح کن. ببینید ما قبل آخر را فتح کن و حرف مضارعت را ضم کن تا لا یضربو لا یضربو شود. این طور این ما و شما خوندگی هستیم بارها، اما به خاطر تعلیم، به خاطر در ذهنتون بازماندن و باقی ماندن این کار را میکنیم. ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را ضم میکنیم. ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را ضم میکنیم. ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را ضم میکنیم. پس این طریق چی است؟ طریق مجهول کردن فعل مضارع. وقتی که ما مجهول کردن فعل مضارع را یاد گرفتیم، چندین چیزها را یاد میگیریم. ببینید یکم فعل جهد را دیگر میتونیم که چطور مجهول کنیم و میتونیم فعل نفی را چطور مجهول کنیم. باز در آینده یک فعل دیگر داریم، فعل نهیش میگن. فعل نهی را باز به مثل همین مجهول کرده میشود که دیگر انسان زود اونها را میتواند مجهول کند. از این حساب بسیار متوجه باشید، این تکرار کردن کارهامان به خاطر در ذهن شما ماندن. ما قبل آخر را فتح میکنیم و حرف مضارعت را ضم میکنیم. این طریقه چی است؟ مجهول کردن فعل مضارع. حرف مضارعت را ضم میکنیم. ما قبل آخر را فتح میکنیم و حرف مضارعت را ضم میکنیم. ما قبل آخر را فتح میکنیم و حرف مضارعت را ضم میکنیم. ببینید این طریقه چی است؟ طریقه مجهول کردن فعل مضارع یا فعل نفی. پس با این اکنون این 14 صیغه که در اینجا میبینید، معلوم فعل مضارع، مجهول فعل مضارع، همچنین 14 صیغه دارد. اکنون 14 صیغه که حاضر شما میبینید مجهول فعل نفی است. مجهول فعل نفی، لا یضربو لا یضربان لا یضربون تا به آخر. پس بیاید صاحب کتاب را میبینیم که چی میگوید. میگوید اگر خواهی که معلوم فعل نفی را مجهول کنی، ما قبل آخر را فتح کن و حرف مضارعت را ضم کن تا لا یضربو لا یضربو شود. خب این کار را ما کردیم، شد. اکنون دوامی صحبت هایش صاحب کتاب میگوید که مجهول فعل نفی را نیز 14 مثال است. اینها را بارها ترجمه بگیم شرح دادیم. 14 مثال است. 6 غایب را بود و 6 مخاطب را بود و 2 حکایت نفس را بود. آن 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. آن 3 که مذکر را بود لا یضربو. آن 3 که مذکر را بود لا یضربو.
اکنون چی می شود ترجمهش؟ زده نمی شود وی مرد. لا یضربو زده نمی شود. لا یضربو را گفته بودیم که نمی زند وی مرد. اکنون اینجا زده نمی شود وی مرد. باز یک بار دیگر تکرار میکنیم که بعد فعل مجهول اینجا یک هو پنهان است. انا همون وی مردی که میگویم اون را میگن نائب فاعل، زیرا اینکه فعل ها مجهول است. اگر فعل معلوم باشد اون را میگوین فاعل. مجهول باشد اون ضمیرها را که الف را واو را میگوین نائب فاعل، یعنی جاینشینی فاعل. خب ترجمه لا یضربو دقت بتید. زده نمی شود وی مرد در زمان آینده صیغه واحد مذکری غائبی مجهول فعلی نفی. این زده نمی شود وی یک مرد غایب. دو کس باشه چی؟ لا یضربانی. لا یضربانی ترجمهش زده نمی شوند ایشان دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکری غایبین مجهول فعلی نفی. زده نمی شوند وی ها دو مرد. اگر بسیاری باشه میگیم لا یضربون. لا یضربون ترجمهش زده نمی شوند ایشان همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر غائبین مجهول فعل نفی. اکنون زده نمی شوند وی ها همه مردها. این صیغه جمعی غائبی چی است؟ مجهول فعل نفی. اکنون سه مذکر از غائب به پایان رسید. صاحب کتاب میگوید که آن سه که مؤنث را بود. اکنون این سه طرح تفسیر و توضیح میدهد، میگوید ترجمه میکند، میگوید که لا تضربو. لا تضربو ترجمهش زده نمی شود وی زن در زمان آینده صیغه واحد مؤنث غائبه مجهول فعل نفی. زده نمی شود وی یک زن. اگر دو کس باشد لا تضربانی ترجمهش زده نمی شوند ایشان دو زن در ایشان یعنی که وی ها زده نمی شوند وی ها دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث غائبتین مجهول فعل ماضی. اگر زنها بسیاری باشند از دو کس زیاد پس میگیم لا یضربن. لا یضربن ترجمهش زده نمی شوند ایشان همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث غایبات مجهول فعل نفی. زده نمی شوند ایشان همه زنها. اکنون ما توضیح دادگی بودیم که همه زنها رو از کجا گرفتیم، در زمان آینده رو از کجا گرفتیم. زده نمی شود رو اکنون از این لایه که در اولش موندگی هستیم از اینها میگیریم. زده نمی شوند، این نمی شوند را از کلمه های لا میگیریم در ترجمه همون. و اکنون 6 تا غایب، 3 مذکر و 3 مؤنث به پایان رسید. صاحب کتاب میگوید که آن 6 که مخاطب را بود، اکنون 6 تا مخاطب بیان میکند. آن 6 که مخاطب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. اکنون میگه 3 تا بالا برای مذکر و 3 تا پایان برای مؤنث. آن 3 که مذکر را بود این را تفصیل و توضیح میدهد، ترجمه میکند، میگوید لا تضربو. ببینید لا تضربو ترجمهش زده نمیشوی تو مرد در زمان آینده صیغه واحد مذکر مخاطب مجهول فعل نفی. اگر یه مرد در روپرومون باشد میگیم لا تضربو، زده نمیشوی تو، یعنی اون کستر نمیزند. زده نمیشوی تو مرد در زمان آینده. خب دو کس باشن اگر میگم لا تضربانی. لا تضربانی ترجمهش زده نمیشوید شما دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکر مخاطبین مجهول فعلی نفی. ببینید لا تضربانی شما دو کس زده نمیشوید. اکنون زیاد باشند بسیاری باشند میگیم لا تضربون. لا تضربون ترجمهش زده نمیشوید شما همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول فعلی نفی. اکنون 3 مذکر مخاطب را به آخر رساندیم. میگذاریم به 3 مؤنث مخاطب. میگوید که آن 3 که مؤنث را بود، آن 3 تایی که برای مخاطبات هست، برای زنهایی که خطابشان میکنیم برای اونها هست، شروع میشود لا تضربین.
لا تضربین. ترجمهش زده نمیشوید تو زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث مخاطبه مجهول فعل نفی. ببینید زده نمیشوید تو زن در زمان آینده، زده نمیشوید تو زن در زمان آینده. اگر دو زن باشد میگیم لا تضربانی، لا تضربانی. ترجمهش زده نمیشوید شما دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول فعل نفی. ببینید دو زن باشد اگر میگم لا تضربانی، شما دو کس زده نمیشوید، یعنی اون کس شما را نمیزند. بعد از این اگر جمع باشد، زنها بسیاری باشند، میگیم لا تضربن، لا تضرب، لا تضربن. اینجا حرکت خطا مونده ایم، لا تضربن، لا تضربن. ترجمهش زده نمیشوید، لا تضربن. ترجمهش زده نمیشوید شما همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث مخاطبات مجهول فعل نفی. لا تضربن، شما زنها زده نمیشوید در زمان آینده. پس این هست ترجمهش به زبان فارسی تاجیکی، لا تضربن. خب اکنون 6 تا مخاطب، 3 مذکر و 3 مؤنث به آخر رسید. میگذاریم در متکلم. صاحب کتاب میگوید که آن دو که حکایت نفس را بود، یعنی متکلم برای متکلم هست، متکلم و متکلم مع الغیر، قطعی کسی دیگر باشد، و آن دوی که برای متکلم هست لا اضربو، لا اضربو. ترجمهش زده نمیشوم من مرد یا زن در زمان آینده صیغه واحد متکلم مجهول فعل نفی. ببینید لا اضربو، زده نمیشوم من مرد یا زن، یعنی که کسی مرا نمیزند در زمان آینده. این ترجمهش. بعد از این لا نضربو، لا نضربو. ترجمهش زده نمیشویم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان آینده صیغه متکلم مع الغیر مجهول فعل نفی. صیغه متکلم مع الغیر یعنی دو کس یا زیاده، دو کس، 5 کس، 10 کس و 20 کس، 1000 کس هم که باشد میگن لا نضربو، زده نمیشویم ما هممون. مرد و زن این صیغه ها را یک خیل استفاده میبره، چطور که درس‌های گذشته با تفصیل درباره‌شون صحبت کرده بودیم. پس این هست 14 صیغه مجهول فعل نفی، 14 صیغه مجهول فعل نفی اینها می باشد و به این طریق این را باید هر یک طالب علم، هر کسی که میخواهد با زبان عربی صحبت بکند یا با زبان عربی را بفهمد، اینها را باید از یاد بکند و در ذهنش داشته باشد. پس طریقه صرف این، پیش از اونه که طریقه صرفش را بکنیم یک بار دیگر یادرس میکنیم که این لا در اول فعل مضارع می‌دراید، آخر فعل مضارع را تغییر نمیدهد، زیرا اینکه این لا عمل ندارد. این لا یگان کار کرده نمیتواند، فقط نفی میکند و خلاص. یعنی که یضربو میزد بود، یضربو زده میشد بود، لا یضربو زده نمیشود، خلاص این کار میکند و نفی میکند اون چیزی که پیشتر واقع میشد. اکنون این 14 تا را یک جا صرفش به این طریق است، دقت بتید و در ذهنتون داشته باشید این را. لا یضربو 14 صیغه‌اش می شود لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربون، لا تضربو، لا تضربانی، لا یضربن، لا تضربو، لا تضربانی، لا تضربون، لا تضربین، لا تضربانی، لا تضربن، لا اضربو، لا نضربو. خب قتل یقتلو رو همچنین به مثل همین میگیم لا یقتلو، لا یقتلو، لا یقتلان، لا یقتلون، لا تقتلوا، لا تقتلان، لا يقتلن، لا تقتلوا، لا تقتلان، لا تقتلون، لا تقتلين، لا تقتلان، لا تقتلن، لا اقتلوا، لا نقتلوا. بعد از این دحرجه و دحرجو را مجهول فعلی نفیش میکنیم که لا یدحرجو. پس 14 صیغه صرف 14 صیغه‌اش به این طریق است که لا يدحرج، لا يدحرجان، لا يدحرجون، لا تدحرج، لا تدحرجان، لا يدحرجن، لا تدحرج، لا تدحرجان، لا تدحرجون، لا تدحرجين، لا تدحرجان، لا تدحرجن، لا ادحرج، لا ندحرج. و آخرین چیزی که تصریف میکنیم باب 15 استخرج یستخرجو
که صرفش به این طریق است که لا یستخرجو، مجهول فعل نفی لا یستخرجو. پس طریقه صرفش این طور است: لا یستخرجو، لا یستخرجانی، لا یستخرجون، لا تستخرجو، لا تستخرجانی، لا یستخرجن، لا تستخرجو، لا تستخرجان، لا تستخرجون، لا تستخرجین، لا تستخرجان، لا تستخرجن، لا استخرجو، لا نستخرجو. پس این بود طریقه صرفش. پس این هست درس امروزه ما و شما از کتاب بدان. این بود درس 16 مجهول فعل نفی. با همین فعل نفی، مجهول فعل نفی با آخر رسید. تا به امروز ما و شما از آن 12 چیزی که عرب از مصدر اشتقاقش میکرد، فعل ماضی را گرفتیم 1، فعل مضارع را گرفتیم 2، اسم فاعل را گرفتیم 3، اسم مفعول را گرفتیم 4 و فعل جهد را گرفتیم 5 و فعل نفی را گرفتیم و امروز خلاصش کردیم 6 تا. 6 تاش را گرفتیم. اکنون 6 تا دیگرش ممکن بعد از این فعل امر شروع می شود و انشاءالله درس آینده امر را، یعنی فرمان دادن را، یک کس را میخواهیم فرمان بتیم امر بکنیم، چی طور میگیریم و چی طور میسازیم و چند تا می باشد، درس آینده انشاءالله به سمع شما خواهیم رسانید به مثل که امروز مجهول فعل نفی را به سمعتان رسانیدیم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و تا درس آینده یکی شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.